سلام به چنل من خوش اومدید. به نظر شما یه مسافرت لاکچری چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ در ادامه همراه ما باشید. مسافرت لاکچری قبل تو آقا بابکو داریم که آقا هدبند گذاشتم، موامو با اسکات زدم براتون. حالا یا لباسا رو بهتون نشون بدم. یه بارونیه که بارون اینجا زیاد میاد، زیرش یه کاپشن یه پیرن. حالا ببین خدا وکیلی بک‌گراند دارید؟ واقعا این سفر لاکچریه برای من. شاید برای بعضیا که دوست دارن لاکچری بودن و توی تکنولوژی غذای خیلی گرون، ولی برای من فقط طبیعت مهمه. یار خوب، راه خوب. خودت هم بعدا میفهمی من چی گفتم. ننم جانی کن بده. بعدا میفهمم. بعدا ننم جانش کن. اینا هم کندوی عسله. عسل بچه ها، شهریور عسل میارم. حتما بخرید. واقعا لذت ببرید از این ویدیو. لایک کنید. شده چیکار میکنی؟ گوشتو نشون بده. چنده؟ 13 پرو مکس. گوش کنید، عشق کنید. دوستان یه گیاه اینجا هست، ما به زبان محلی بهش میگیم پلو. چایش فوق‌العاده است. چرا؟ نظرتو در مورد این مسافرت لاکچری، نظرت منظورم اینه که چه خصوصیاتی باید داشته باشه یه سفر لاکچری؟ من سفر لاکچری خوشم نمیاد. چرا؟ آدم باید لذت ببره. آی لاکچری باشه اینجا کثیف نشه، تو گل نرم، نمیدونم فلان کارو نکنم. لاکچری بازی چه لذت ببرید. لذت وقتی که پول نداری ولی داری لذت ببری. یه چی پیدا کردم میخوام نشون بدم، عشق کنید. به اینا میگن گل گاو زبونه یا گل گاب زبون؟ شیدا چی؟ گاو. بچه ها مامانم رفت بوته ای کند، یه ساقه ای داشت، اینطوری پوستشو میکنی میخوری. به زبون محلی اسمش فرتخچاست. شیدا اونجایی که فارسه فرتخچا. بیا خوشمزه است ولی ترده بعد یه طعم والی میده. بچه ها به این میگن یلمیک. خب اینو باید تمیز کنی، بشوری، نمک بزنی، آبخوره بزنی. ولی چون ما الان طبیعت بکر هستیم بچه ها فرتخچایی که میگفتن بوتش اینطوری میگیری، دونه دونه اینطوری میکن. بعد نگاه نکنید تیغ داره. تیغشو بهش نشون بده. ببین اینا همه تیغه. اینطوری میگیری، چند ثانیه دیگه بهتون نشون میدم چه شکلی میشه. بعد اینکه به این مرحله رسیدیم ساقه میشه اینجا. شیدا آره. خب اینجوری میگیری مثل موز میکنی. خب به این قسمت مغز میرسیم. این قسمتش ترک‌ترینه. نگاه کن. بچه ها بابکو داریم داره بیره بالای درخت که چاقاله بچینه، چاقاله زردارو. عشقم اون بالای بالا بود، تو نمیتونی بری. اجازه بده عزیزم. به نظرت میتونم برم؟ میتونی ولی میگم نرو، ولش کن. خاله اینا هم رفتن، بیا بریم. وایسا دیگه تو هم. بچه‌ها مجردی بیاد مسافرت. خب برو. میریم میخرم برات. خیلی دوره. باشه عشقم. بچه‌ها این کفشای منه، هیچ آبی هم نداره. این هم کفشای بابک. حالا نگاه کنید، نگاه کن. میخوام نشون بدم چقدر آب توشه.
امیدوارم که شلاله جون. چرا برای من مثل مال لورا شده؟ نه خیر، من کفشم اورجینال عزیزم. مردم همیشه کار میکنن که خانومشون اورجینال باشه. بیا. برای من ایرانی ترین کتونی دنیاست. جا دستت درد نکنه. چرا؟ ها؟ چرا؟ یاد ابی افتادم. ابی کیه؟ من الان یه صحنه خیلی قشنگ بگیم. اول اینجا رو بهتون نشون میدم. ابر هواها. این بر آفتاب، این بر تاریکه، این بر ولی غروب آفتابی. خب با ما همراه باشید تا ببینیم این پشت خبره. اپله ها نرید بالا؟ نه بابا اونه. وای واقعا خیلی خوششانسید که این منظره زیبا رو داریم. اینور آفتابه، اینور مه. ناموسن واقعا کجای دنیا انقدر زیبایی داره؟ مه، آفتاب خوشگل انداخته رو اون مه ها. خیلی پشتتو بگی ظهر نیست بچه، فقط 6-7 بعد از ظهره. 7. خب بابکو داریم. مراحل درست کردن قلیون تو طبیعت. یه ذره چوب، یه ذره دستمال کاغذی، یه ذره یه کوره باید درست بکنیم. این آتیش گرمایی نیست که بخوایم گرم بشیم، فقط میخوایم زغالمون بگیریم، زغالمون رو ردیف کنیم. این از این بگید. خب واسه اینکه آتیشمون بگیره قشنگ دستمال کاغذی به تعداد لازم. قشنگ دستمال کاغذی ها رو حروم بکنیم. عزیزم قلیون اگه میخوای باید دست و دل باز باشه. خب اینا رو میای فتیلش میکنی اینطوری میندازی میره تو. میخوام که بک‌گراندم بهتون نشون بدم اینجا رو. اینو داریم. بیا بابک قله رو. واه بیا. خب اینا باید اکسیژن اینجا چون سطحش از دریا خیلی بالاتره، نزدیک 10,000 پا. الان خوردادیم؟ چند خوردادیم؟ یک خوردادیم بچه ها. هوا ولی اینجا خیلی سرده. کاپشن ها رو دارید دیگه، کاپشن تنمونه. بچه ها دقت کردید بابک عینکش رو عوض کرده؟ آره عینکش رو عوض کردم. 2,850,000 تومان پول فریمش. اونقدر اصرار کردم 1,300,000 فریم خریدم. یعنی سلطان آتیش درست کردن بابکه. آها اینو بذار بهتون توضیح بدم دوستان. اینجا آذربایجان شرقیه. زمانی که مه میاد حتما باید مراقب باشید چون همراه با مه گرگ هم میاد. ما این آتیشو برای گرم کردن استفاده نمی‌کنیم. این آتیشو داریم ردیف می‌کنیم که زغال قلیون رو بذاریم. قلیون رو ردیف کردیم میریم تو ماشین، میشینیم تو ماشین میکشیم چون خطرناکه اینجا. بچه‌ها زمین انقدر خیس بود. اینجا هم چون ارتفاع بالاست سطح اکسیژن پایینه، نتونستم آتیش درست کنم. یعنی سلطان آتیش درست کردن. ها رو میبینید؟ این های منه ها. این سایمه، اینم هامه. بچه اینجا زمین مادریه. نگاه کن کفشامو. بیا اینجا نگاه. بفرمایید بابکو داریم اینجا. بچه ها بیاد اینجا رو بگی شاید بینید. میبینی؟ بس بیارم پایین. بیار جلو. اینا همش زردالو نرسیده است که ما به اینا هم میگیم چاقاله. به ویدیوی شما رو یادتونه بچه ها؟ چاقاله زردالو. من چون عقب زیاد کندم بچه ها با ما همراه باشید. میخوایم بریم ماهی بخریم. اینجا یه دونه پرورش ماهی فوق‌العاده داره. بابکو داریم. بچه ها اومدیم اینجا ماهی بگیریم. بزن بریم.
مردونه دیگه میگم بگیر میدنم به بلستم حامد بگیر حامد ذهنت فقیره بابا مغزمون فقیره چه لپایی داره ننه من عشق منه مامانم نرگس سیشتی 1,083,000 تومان